سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به یکی از ویدیوهای دیگه ما. در این ویدیو درآمدهای یوتیوبرهای افغان را برایتان نشان میتم که چطور میتوانید درآمد یوتیوبرهای افغان را شما تماشا کنید، درآمد ماهانه آنها را و همچنان درآمد سالانه آنها را میتوانید شما ببینید. و خاطر این کار میریم طرف آموزش. در نخست شما در گوگل کروم موبایلتان رفته، بعد از او در سرچ گوگل نوشته میکنید سوشال بلید. وقت نوشته کردید صفحه تان این رقم دسکتاپ سایت نمی باشه، این رقم صفحه تان می باشه و در اینجا شما صفحه موبایل تان را به صفحه دسکتاپ سایت تبدیل میکنید و بعد از او همون سایت رسمی که اول است در همونجا سایت را انتخاب میکنید. بعد از اینکه سایت را انتخاب کردید در سرچ همین سایت شما میتوانید نوشته بکنید نام هر یوتیوبر افغانی که شما میخواید درآمد آنها را تماشا کنید. مثلا من نوشته میکنم که درآمد حفیظ محمدی را برای من نشان بده، یعنی که ما میخوایم درآمد حفیظ محمدی را برایتان نشان بدم که درآمد چقدر است. ببینید اینجا یوتیوب حفیظ محمدی آمد، تمام مشخصاتش برای شما نشان میده که چقدر سابسکرایبر داره، چقدر ویو گرفته و چقدر درآمد کرده. در اینجا شما ببینید که درآمد ماهانه حفیظ محمدی از $84 شروع شده تا $1300 در ماهانه میتواند درآمد بکنه و درآمد سالانش میرسه به $4600 الی $74000 میتواند در سالانه درآمد بکنه حفیظ محمدی، یعنی که بسیار درآمد خوب داره و درآمدش بیشتر است. و شما در اینجا میتوانید که درآمد هر گونه یوتیوبر افغان را که بخواهید میتوانید تماشا بکنید. فقط کافی است در سرچ از این سایت نام همون یوتیوبر را شما نوشته بکنید. مثلا ما نوشته کردم همایون افغان، میخوایم درآمد همایون افغان را ببینم. در اینجا تمام مشخصاتش برای شما ظاهر کرد که چقدر سابسکرایبر داره و درآمد ماهانه همایون افغان از $169 شروع شده تا $2700 در ماهانه درآمد میکنه همایون افغان و درآمد سالانش میرسه به $4100 الی $66000 و درآمدش بسیار یک درآمد خوبی است. و در اینجا ما یک کس دیگه یوتیوبر است، نامش نوشته میکنم، به نام شهرام وفایی است. میخوایم درآمد این یوتیوبر را هم ما ببینم که چقدر در ماهانه و سالانه درآمد میکنه. ببینید اینجا من نام از این یوتیوبر را نوشته کردم، برای ما مشخصاتش آورد و درآمد شهرام وفایی در ماهانه که درآمد میکنه از $392 شروع شده تا $6300 که در ماه درآمد میکنه و در درآمد سالانش میرسه به $6500 الی $13000. یعنی که درآمد سالانه شهرام وفایی از درآمد همایون افغان و حفیظ محمدی هم کرده بیشتر است و بسیار یک درآمد فوق‌العاده داره که میتواند که درآمدش بیشتر هم میشه درآمدش. ای بود ویدیوی امروزی ما. امیدوار هستم مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا ویدیو بعد که خدمت شما بازم قرار میگیریم. الله حافظ، نگهدارت.